در تیزر قسمت جدید روزگاری در چوکوروا می‌بینیم که زلیخا متوجه حمله حشمت چولاک به چادرنشین‌ها شده و حسابی عصبانی می‌شود. زلیخا وسط شهر حشمت را در قهوه‌خانه می‌بیند و به سراغش می‌رود و جلوی همه مردم چوکوروا او را خوار و تحقیر کرده و اعلام می‌کند از این به بعد دست از پا خطا کنی با من طرف هستی و تو را به خاک سیاه می‌نشانم. حشمت که جلوی همه مردم چوکوروا مقابل زلیخا تحقیر می شود، هیچ چیزی نمی تواند بگوید و همانطور مات و مبهوت به زلیخا خیره می ماند. از آن طرف می بینیم که فیکرت به سراغ عبدالقادر رفته و دست و پای او را در کلبه می بندد و کلبه را به آتش می کشد و به او شانس این را می دهد که خودش را از میان آتشان نجات دهد. درست همانطور که در فصل اول یلماز دمیر را به آتش کشید و به او گفت شانس این را داری که خودت را نجات دهی و زنده بمانی. علاوه بر اینها می‌بینیم که زلیخا دوباره به سراغ شرمین رفته و او را تهدید می‌کند که از امارت بیرون برود و گم شود. همچنین می‌بینیم که زلیخا نسبت به حاکان سرد می‌شود، اما حاکان مرتب دنبال زلیخا رفته و رو به او اعلام می‌کند هیچ وقت از تو دست نمی‌کشم و به دنبال تو هستم. و در پایان می‌بینیم که یک تلفن بسیار عجیب به زلیخا می‌شود. زلیخا گوشی را برداشته و بعد از چند ثانیه از شنیدن حرف‌های پشت خط تلفن شوکه شده و حسابی متعجب می‌شود.